خدا رو شکر باز خداوند این فیض رو عطا کرد که با هم دیگه باشیم امروز و با هم خدا رو پرستش کنیم. چقدر وقایع پشت سر هم هستش. روز مادر، اصلا ما روز مادر نمیدونستیم که امروزه، ولی خب مادرها یادشون بود که امروز روز مادره و چقدر کار قشنگی است. همه شما گوشواره گرفتید و این وعده رو که قراره که گوشواره‌های بهتر رو از شوهراتون بگیرید. یکی نیست به فکر ها؟ بله، خواهر لوئیس خدا رو شکر که تا برگرده روز مادر اینو شاید یادش رفته، ولی من همیشه ربطی به موعظه نداره، وقتی که کریسمس میشه شروع میکنم فکر کردم به این که چه پشیمونی هایی در زندگی خودم دارم که اگر زمان برمیگشت اونها رو یه جور دیگه باش برخورد میکردم. آخرین کریسمس که داشتم 16 پشیمونی در زندگی من علامت گذاری شده که یکی از همون ابتدا که این کار رو شروع کردم همیشه بود و اون اینه که حاضر هستم واقعا یک دست خودم رو بدم مادرم 5 دقیقه برگرده که بهش بگم عذرخواهی میکنم. برای اینکه هرچی فکر میکنم میبینم که این زن رو من نتونستم اونطور که باید و شاید خدمت کنم و دارم بهتون میگم اگر مادراتون هنوز در قید حیاته کاری کنید که به روز من نیفتید، که پشیمون باشید ولی نتونید در این زمینه کاری انجام بدید. خوبه که همین امروز برید سراغ مادراتون، تلفن بزنید. گنده ها رو دارم میگم، بچه کوچکار نمیگم. خیلی ها هستید که مشکل دارید، مشکل خانوادگی فلان بهمان، بذارید کنار، برای اینکه وقتی که نیستند اون موقع از پشیمونش نمیتونید بیرون بیایید. دوباره باز نوروز اومد. قبل از اینکه جزئیات رو ادامه بدم، خب در سال گذشته ما خیلی با هم برای ایران دعا کردیم، برای مملکتمون دعا کردیم، بردیمش به حضور خداوند و به این امید بودیم که امسال نوروزمون حقیقتا نوروز خواهد بود. امسال تاریکی خواهد رفت، زمستون یخی، واقعا یخها آب خواهد شد، ولی داریم نگاه میکنیم و میبینیم که هنوز یخها هست، تاریکی هست، زمستان هست. در 6 ماه گذشته اتفاقات دیگری هم افتاد. ما جوانانمون، قهرمانانمون، سلحشورانمون رفتن به جنگ این دیوانی که تاریکی رو به مملکت ما آوردند و دیدیم که چطور این جوانان جاودانه شدند. آیا نوروز من به شخص مبارک؟ نه، مبارک نیست. آیا نوروز مبارک خواهد شد؟ البته که مبارک خواهد شد تا زمانی که یک ایرانی در مملکت ما، بیرون از مملکت ما داره نفس میکشه. امید به نوروز رو، امید این که زمستان بره، تاریکی بره، دیوها از بین برن، در قلب ما خواهد بود. 6 ماه گذشته چیزای خوبی هم دیدیم که چقدر برای همدیگه مهمیم. دیدیم که اگر با هم باشیم چقدر خوبه، وحدتمون، با هم بودنمون، محبت هامون، گریه هامون. و در این حال چیزهای دیگری هم دیدیم که اگه خواب باشیم امید بیدار شدنمون هست، ولی اگر خودمون رو به خواب زده باشیم زمین و زمان به هم بیان بیدار نخواهیم شد، چون خودمون رو به خواب زدیم. و در این راستا دیدیم که چقدر قهرمان‌های پوشالی ما فرو ریختند، اونهایی که امید بهشون بسته بودیم. ولی وقتی که الان نگاه میکنیم در این نوروز، همه اینا باعث شده که ما قوی تر بشیم، از قبل به مراتب قوی تر بشیم. میدونم همه‌تون سفره 7 سین دارید. پیشنهاد میکنم که به یاد این قهرمانان جاودانه ما
روی سفره 7 سینتون کنار سنبل و سبزه لاله هم بگذارید. به یاد این افراد. لاله هم چیز خوبیه. با سین شروع نمیشه. شما اگر 3 تا لاله شاخه بذارید میشه 3 لاله. با سین شروع میشه. ولی به یادش خواهید بود. من راستشو بخواید نوروزم در کنار خاک این قهرمانانه، در کنار اون عزیزانی که شکنجه شدند، روح لطیفشون خورد شد، در کنار بچه هایی هستش که ناجور شکنجه شدند، با شلنگ و اینها بهشون تجاوز جنسی شده توسط این دیوها. من امیدم به نوروز از دست ندادم عزیزان. یه روزی بر تاریکی پیروز میشیم. یه روزی این دیوها رو همونطور که عیسی مسیح فرستاد تو خوکا و از خوکا رفتن بالای تپه تو قعر دریا، یه روزی این رو با این دیوها خواهیم کرد. و تا اون روز میخوام بهتون بگم که اون نوروزتون مبارک باشه. میخواید قبل از اینکه بریم جلو برای مملکتمون دعا کنیم؟ پدر قدوس، تو را شکر میکنم برای نفسی که میکشیم. تو را شکر میکنم برای کلیسایت که در اقتدار نام تو ایستاده. امروز برای مادرانی که عزیز از دست دادند و نوروز را در کنار خاک بچه هاشون خداوندا جشن خواهند گرفت. خداوندا در کنار اونها هستیم و برای اونها دعا میکنیم. خداوندا برای زخمی های روحانی، روانی، جسمی، اونهایی که چشم از دست دادن، خداوندا دعا میکنیم. برای زندانیانمون در زندان، خداوندا در سیاهچال ها، در زیر شکنجه ها دعا میکنیم. خداوندا میدانیم که هیچ کدوم اینها از چشم تو بیرون نیست خداوندا، و اینها جولیات هایی هستند که ایران با اون روبرو هست و ما به عنوان افراد روحانی در جلوی این عزیزانمون ایستادیم. خداوندا که خداوندا دردشون بر ما بیاد. خداوندا بله، دردشون برای کلیسا بیاد و اینها عذاب نکشند. خداوندا کلیسایت را برای یک چنین زمانی خداوندا تو مسلح کرده ای، تو آماده کرده ای خداوندا. و دعا میکنم خداوندا که تو حقیقتاً بیدار بفرمایی آنهایی رو که خودشون رو به خواب زدند. خداوندا دعا میکنم که آفتاب تو بر مملکت ما بیاد خداوندا. و دعا میکنم تا آن روز خداوندا امید به نوروزی رو که در آن روز خواهیم داشت، در آن روز تازه، در آن روز حقیقتا نو خداوندا در قلب ما زنده نگه داری و در عین حال خداوندا برقی رو در چشمان ما خداوندا قرار بدی که وقتی به هم نگاه میکنیم بگیم بله، یه روزی این دیو و دد از مملکت ما بیرون خواهد شد و تو را شکر میکنیم به نام خداوند ما عیسی. آمین. خب برگردیم به جولیات و جولیات هایی که با اونها در زندگیمون روبرو خواهیم شد. هفته گذشته با این صحبت باتون تموم کردم صحبت رو که چرا شما به شنیدن این حرفا احتیاج دارید و گفتم برای این به شنیدن این حرفا احتیاج دارید که خود عیسی مسیح هم وقتی که در روی کوه زیتون داشت با شاگردان صحبت میکرد در مورد زمانهای آینده و زمانی که قرار برگرده، میبینیم که صحبت میکنه از روزهای قبل از طوفان نوح و میبینیم که در فصل 6 پیدایش در روزهای قبل از طوفان نوح فرشتگان سقوط کرده با دختران آدمیان ازدواج میکنن و از نسل اونها نفیلیم ها به وجود میاد که افرادی بسیار قد بلند، تنومند، بسیار زورآور هستند، از یک نژاد بسیار به خصوص هستند و میبینیم که زمانی که طوفان نوح میاد و همه قراره که از بین برن و همه از بین میرن، این نفیلیم ها سرکلهشون در دوران بعد از طوفان هم پیدا میشه و میبینیم که این جولیات و 4 داداش دیگهش اینها هم از نسل همون نفیلیم های باقی مونده هستند
ولی وقتی که به تاریخ قوم خدا نگاه میکنیم و این نفیلیم ها عزیزان، اونها هم خودشون رو آپگرید کردن، اونها هم خودشون رو به روز رسانی کردن و در دنیای عهد جدید ما نفیلیم ها رو شما نمیتونید به راحتی تشخیص بدید. یوحنای رسول در رسالش این رو خیلی واضح به ما میگه که مسیحان بسیار الان در دنیا دارن عمل میکنن که مسیح نیستن، بلکه اینها روح دجال رو دارن و حتی خود دجال که قرار ظهور بکنه، دجال در واقع شبه مسیح، فردی که اونقدر رفتارش، اعمالش گول زننده استش که همه، حتی کلیسا، حتی قوم یهود باور خواهند کرد که این همان مسیح موعودی هستش که ظهور کرده. بنابراین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که دانستن اینها برای ما لازمه، برای این که دیگه دشمن خودمون رو به راحتی نخواهیم تونست بشناسیم. با دشمنی داریم جنگ میکنیم که پولس داره میگه که جنگ ما با خون و جسم نیست، بلکه با ارواح شریر در جاهای آسمانی. ممکنه همونی که داره به ما لبخند میزنه همونی باشه که کمر به قتل ما بسته. برای همین هم عهد جدید به ما توصیه میکنه که برای اینکه بتونیم در این کارزار دوام بیاریم، پیروز بشیم، لازم هستش که زره کامل خدا رو بپوشیم. بسیاری شکست میخورن برای اینکه مسیحی ها رو دارم میگم، برای اینکه باور ندارن که در جنگ هستند. چون جنگ رو باور نکردن، زندگی مسیحاییشون دائم در شکسته، دائم در شکسته. یادتون باشه که با اینکه ما در عهد جدید هستیم، هدف برای دشمن همون هدفیه که در عهد عتیق داشت. و چقدر قشنگ میبینیم واضح جولیات زمانی که در مقابل لشکر اسرائیل، در مقابل لشکر خداوند قرار میگیره، واضح بیان میکنه، میگه میدونید چیه؟ یک نفر مبارز بفرستی تا با من جنگ کنه، هر کدوم که پیروز بشه اون دیگری قرار نوکرش بشه. پس هدف در این مبارزه برای این استش که ما اسیر باشیم، برای اینه که زندگی ما اسیر باشه. هدف دشمن اینه که ما رو در اسارت خودش نگه داره و ما لازم هستش که در مقابل این دشمنی که دیگر به راحتی قابل شناسایی نیست، سلاحی چنان مناسب داشته باشیم که بتونیم در مقابلش بایستیم. و چقدر جالبه که ما با این سلاح که دشمن ما شریر در جایهای آسمانی در عهد جدید در افسوسیان برخورد میکنیم. با توجه به زندگی که خود پولس داشت، با توجه به کشمکش و چالش هایی که چه در زندگی شخصیش و چه در زندگی خدمتیش داشت، من فکر میکنم که پولس اتفاقاً مناسب ترین فردی است که بخواد در این مورد با ما صحبت بکنه. و وقتی که به رساله افسوسیانش نگاه میکنیم که خدا عمر بده شاید یه روزی همه این رساله رو از همین منبر درس بدیم، ولی همینقدر بدونید که پولس وقتی که شروع میکنه این رساله رو نوشتن، قبل از این که به سلاح‌ها برسه، قبل از این که با آنچه که ما چه کار باید بکنیم برسه، اول شروع میکنه به این که ما کی هستیم که تصویری درست از خودمون داشته باشیم و بر اساس اون تصویر درست عمل کنیم. و مطرح میکنه که ما در مسیح صاحب تمامی برکات آسمانی هستیم. در مسیح. چرا پولس میخواد اینها رو به ما بگه؟ پولس مطرح میکنه در همون فصل اولش داره مطرح میکنه که ما چه برکاتی از پدر داریم، فرزند هستیم، پذیرفته شده هستیم، چه برکاتی از پسر داریم، باز خرید شده هستیم، بخشیده شده هستیم، از اراده خدا آگاهیم، وارث هستیم، چه برکاتی از روح القدس داریم، مهر شده ایم، بیعانه روح رو ما گرفته ایم و اون رو الان در دست‌ها و در وجود خودمون داریم. و در ادامه صحبتش مطرح میکنه که خدا اینها رو کشکی به ما نداده. خدا ما رو به این برکات آسمانی بی خود و بی جهت نداده، برای اینکه هدفی رو خدا داره دنبال میکنه و در آیات بعدش از 4 هدف خدا داره با ما صحبت میکنه که ما خدا رو بشناسیم.
دعوت خدا رو بدونیم چی هست، عمق و ثروت و غنای خدا رو بدانیم و از قدرت خدا که میتونه در اختیار ما باشه آگاه بشیم که چی هستش. علت این که پولس اینها رو میگه که خدا به ما داده برای این هستش. و بعد میاد در ادامه صحبتش در فصل 2 از موقعیتی که ما در مسیح داریم صحبت میکنه که ما زنده بودیم ولی با مسیح برخیزانیده شدیم و الان در جایهای آسمانی در مسیح قرار داریم. و بعد ادامه میده صحبتش رو و میگه میدونی چیه؟ راز بزرگی الان بر من آشکار شده که از زمان حتی پیدایی خلقت این مخفی بود و این راز کلیساست، من و شما، که درش دیگه نه یهود نه یونانی، برای اینکه یهود و یونانی هم توشن، درش دیگه مرد و زن وجود نداره، دیگه جنسیت وجود نداره، بلکه کلیسای خداوند بر اساس اون توان و اون عطایایی که خدا به کلیسا عطا میکنه قراره کار بکنه، عمل بکنه، مأموریت خودش رو به انجام برسونه. من همیشه اینو گفتم، یه عده خیلی صحبت ها میکنن آیا زن میتونه خدمت کنه یا نه. اگر خدا عطا رو بهش داده، من کی هستم که در مقابلش بیستم بگم میتونه یا نمیتونه؟ نمیکنه. خدا دیگه در کلیساش براش زن و مرد مطرح نیست. خدا به افراد بر اساس عطایایی که داره به اونها عطا میکنه، از اونها مسئولیت داره میگیره. و پولس داره این صحبت ها رو میکنه و بعد از این مطلب هستش که میبینیم که به قسمت دومش میرسه. میگه میدونید چیه؟ حالا شما اینها رو بدونید. علت این که اینها رو بهتون گفتم برای اینه که اینها رو در اینجا قرار بدید که این چی هست و شما در مسیح چی هستید. هویت شما اینه. چرا؟ یادتون هست دفعه گذشته گفتم برای اینکه بر تاکتیک دشمن پیروز بشید بهترین کار اینه که چشاتون رو ببندید. چرا چشمامون رو میبندیم؟ برای اینکه آنچه که شیطان میخواد ما ببینیم، که اطلاعات غلط به مغز خودمون بفرستیم که ترس وجود ما رو بگیره و ایمان ما رو فلج بکنه، برای اینکه اون اتفاق نیفته. بنابراین وقتی که ایستادید که ما اسمشو میذاریم در دعا، در تفکر، اینها رو به یاد بیاریم. من کی هستم؟ من فرزندم، من بخشیده شدم، من باز خرید شدم، من وارث خدا هستم، هم ارث با مسیح، من بیعانه روح رو دارم. و وقتی که چشمون رو بستیم و این اطلاعات درست رو به مغز میفرستیم، اون موقع مغز ما میتونه عکس‌العمل درست در ما به وجود میاره که تبدیل میشه به عمل ایمان. و در اون عمل ایمان هستش که ما میتونیم به شکل درست سلاحی رو که لازمه باهاش برداریم و مبارزه کنیم. عزیزان، وقتی که من میگم که من بخشیده شده هستم، منظورم این نیستش که بخوایم تلقین کنیم به خودمون. نه، بخشیده شده هستم باید بشینم فکر کنم چه تجربیاتی در رابطه با این بخشیده شدن در زندگی عملی من وجود داره. وقتی که میگم باز خرید شدم، بهایی برای آزادی من پرداخت شده، نتیجه این آزادی من چی هست؟ آزاد شدم به چی؟ آزادی من خودش رو در چی داره نشون میده؟ و وقتی که پولس میگه که به این شکل هستید، اطلاعات درست داره به مغزتون میره و اون موقع هستش که پولس میگه الان عزیزان من به شایستگی آن دعوتی که بهش خونده شدید رفتار کنید. بلند شید، بایستید و رفتارتون به شایستگی این شخصیتی باشه که دارم بهتون میگم، هویتی که شما در عیسی مسیح، در مسیح شما دارید. و پولس میگه که در مقابل شما 3 میدان نبرد وجود داره. هیچ میدان دیگری نیستش که در این 3 میدان نگنجه. برای همین پولس خلاصه میکنه، میگه اولین میدان نبردی که شما خواهید داشت در خانواده الهیه، در کلیساست. بنابراین از فصل 4 اونجوری که تقسیم بندی شده تا اواسط فصل 5 لااقل تا فصل 19 تا فصل 5 آیه 19 ما
چطور باید با چه اسلحه‌ای در کلیسا همدوش هم بایستیم تا کلیسا بتونه مأموریت خودش رو در حالی که برای خداوند می‌درخشه انجام بده. دومین کارزاری که مطرح میکنه خانواده است و وقتی که صحبت از خانواده میکنه به اون اصل داره انگشت میذاره، رابطه ای که زن و شوهر باید با هم داشته باشن که خودش اندازه یک کنفرانس تعلیم توش است. و سومین صحنه یک کارزار در جایی هستش که هیچ کس با اون چیزی که شما باورش دارید موافق نیست، یعنی دنیا. و اونجاست که پولس داره مطرح میکنه. میدونید چیه؟ شما برای اینکه بتونید در هر سه صحنه بایستید در مقابل این جزئیات هایی که نمیشناسید، چه زمانی که در بیرون در دنیای بی ایمان هستید با دیگر انسان ها، چه در خانواده با اون مشکلات و جزئیات هایی که در خانواده و در روابطتون به شما فشار میاره، در مقابل شما قد علم میکنه، و چه در کلیسا که دائم دعوا و عدم هماهنگی و عدم اتحاد و تمامی این چیزها وجود داره. لازم هستش که با اسلحه درست در مقابل این جزئیات ها بایستید، برای اینکه لازم داریم بایستیم، برای اینکه خداوند از ما میخواد که پیروز باشیم در همه اینها. و اینجاست که صحبت میکنه از آیه 10 فصل 6 و مطرح میکنه خلاصه ای برادران من. حرفاشو داره خلاصه میکنه پولس. در خداوند و در توانایی قوت او نیرومند شوید، اسلحه کامل خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با لشکرهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. بنابراین اسلحه کامل خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به حقیقت بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و کفش آمادگی انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید تا با آن بتوانید تمامی نیروهای آتشین شریر را خاموش کنید و کلاهخود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و تمنای تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسین دعا کنید. من یادم میاد که خوان در سال گذشته در همین مورد بر اساس همین متن موعظه بسیار جالبی رو برای شما انجام داد. میخوام در واقع یه جورهایی اون موعظه هم برای شما یادآوری کرده باشم. اگر نگاه کنید به این متن، اسلحه تام خدا 6 قسمت در اینجا لااقل پولس بهش انگشت میذاره. اولین چیزی که داره مطرح میکنه، نطلبیده مراد بود. اولین چیزی که داره مطرح میکنه کمربند حقیقته. شما پهلوان ها رو دیدید، اونایی که وزن برداری میکنن یه کمربند خیلی پهن میبندن، آخرش هم یه سفت میکنن، بعد میرن وامیستن زیر هالتر و بلند میکنن و خیلی هم اف میان. فکر میکنه اون کمربند اونجا برای چی هست؟ اون کمربند کمرشون رو سفت نگر میداره که از جا در نره، برای اینکه فشار میاد. پولس داره مطرح میکنه که کمربند حقیقت رو اینطور به کمر خودتون ببندید. در رابطه با حقیقت مسیح حرفای جالبی داره. یکی از حرفاش اینه، در انجیل یوحنا فصل 17 فکر کنم آیه 17 هستش که مطرح میکنه، در دعاش میگه که ای خدا اینها رو، ماها رو داره میگه، در کلام خودت تقدیس بفرما، و بعد اضافه میکنه کلام تو حقیقته. یا اگر به همون انجیل یوحنا فصل 15 نگاه کنیم، اونجا آیه جالبی هم باهاش برخورد میکنیم که داره اونجا مطرح میکنه که اگر در من بمانید و اگر کلام من در شما بمونه.
ببینید وقتی که مسیح میگه که کلام خدا حقیقته، حقیقت رو داره به شکل جدیدی تعریف میکنه. چون خدا خودش حقیقت غیر قابل تغییره، آنچه که از دهن خدا داره در میاد بیرون تبدیل میشه به حقیقت مطلق. حقیقت مطلق میدونید چیه؟ حقیقت مطلق حقیقتیه که مهم نیست مال 2000 سال قبل باشه یا الان، مهم نیست مال یهودی باشه، آمریکایی باشه، ترک باشه، کرد باشه، فرقی نمیکنه. در هر جا، در هر مکان، در هر زمان، برای هر گروه مردمی به یک شکل مصداق داره. حقیقت مطلق اینه. دنیا با حقیقت مطلق الان زندگی نمیکنه. دنیا دائم تلاشش بر اینه که چیزی که برای تو حقیقته برای من حقیقت نیست و سعی میکنه که با حقیقت نسبی مردم رو مشغولش بکنه و برای اینکه این حقایق نسبی به هم دیگه کلش نکنن پلیس به وجود میاره که ما رو بپاد، که مبادا من به خاطر اینکه اصرار دارم من حقیقت رو میگم و تو حقیقت رو نمیگی با هم دیگه سر و شاخ بشیم. برای همینم دنیای پلیسی و دنیای تحت کنترل به وجود میاد و برای همین هم تماما دنیا تلاش میکنه که با این تعریفی که از حقیقت داره ما رو از همدیگه محافظت بکنه که به همدیگه صدمه نرسونیم. یعنی دنیایی که دائم در بی‌نظمی داره به سر میبره. مسیح اینو نمیگه. مسیح داره مطرح میکنه و میگه میدونید چه؟ این کلامی که حقیقته، این کلام آن چیزی هستش که اگر درش بمونید، در اون رابطه دو طرفه‌ای که قرار با من داشته باشید قرار میگیرید. در ادامه این صحبتش میدونید چی میگه؟ میگه اگر در من بمانید و کلام من در شما بمونه، هر چه بطلبید به شما داده خواهد شد. هرچه، البته که هرچه من بخوام، البته که هرچه تو بخوای. چرا؟ برای اینکه وقتی تو کلام خدا رو میدونی، از فکرهای خدا آگاهی، از اهداف خدا آگاهی، دنیا رو با چشم خدا داری میبینی و در اون موقع هستش که دهان تو تبدیل میشه به دهان خدا. تو میگی، آسمان عمل میکنه و اراده خدا اینه. اراده خدا برای هر کدوم از شما اینه که دهان او در دنیای الان باشید که به این ترتیب ملکوت او در این دنیا برقرار بشه. اگر ما به کلام اینجوری نگاه کنیم و در کلام خدا اینجور ریشه بدوونیم و اجازه بدیم کلام مسیح همین طور ما رو تغذیه بکنه، کمر ما در مقابل این جزئیات ها خم نخواهد شد. ولی اگر نکنیم مسلمه که خم خواهد شد. بنابراین لازمه که 2 سوال از خودتون بکنید. کلام خدا رو چقدر میدونم؟ از ایمانداران سرشماری کردن و سرشماری اینجوری بود: از تو حرکت، از خدا برکت. آیا این آیه در کتاب مقدس هست یا نه؟ 68% مردم گفتن آیه کتاب مقدسه. و اینا افرادی هستن که اونجلیکالن. چقدر کلام خدا رو بلدیم؟ همونقدر که شعاریه، همونطور که خدا محبت آقا هرچی به طلبی به تو داد، تمامی اون آیاتی که همش ما به حضور خدا مثل مدعی، مثل طلبکار میریم، آیا همینقدر بلدیم؟ یه همچین بلد بودنی کمر ما رو سفت نگه نمیداره. سوال دوم، حالا بگذاریم همونهایی رو که بلدیم، اونا رو چطوری زندگیش میکنیم؟ اینا اون سوالاییه که شما باید بهش جواب بدید، وگرنه بی خیال کمربند حقیقت، کمرتون خم خواهد شد، تعارف نداره. دومین چیزی که داره مطرح میکنه در اینجا، و یادتون باشه که وقتی که ما صحبت از حقیقت میکنیم، جزئیات هایی که در مقابل ما قرار میگیرن معلمین چاخانن، مذاهب چاخانن، عرفانه،
فلسفه های فریبنده هستند. همینجور بگیر و برو و ببین که چقدر سخت خواهد بود برای ما که در میان اینها اگر کلام حقیقت رو ندونیم چطور تشخیص بدیم اینهایی که در مقابل ما هستند سخنگوی چی هستند، چه جزئیاتی هستند. بعدش جوشن داره میگه. جوشن همون سینه بنده. سینه بنده من اسمشو میذارم، گفته عدالت. هزارینو ترجمه کرده پارسایی، ولی کلمه دقیق ترش صالحیته. صالح بودن، سینه بند صالح بودن. صالح بودن چی هست؟ ببینید، صالح بودن یک واژه دادگاهیه. شما در دادگاه قرار دارید، تمامی دلایل، مدارک، دوربین، فلان، فیلم، شاهدین همه وایستادن و شما میدونید که آقا 100% گناهکارید و محکوم خواهید شد. و داور این تشکیلات هم خداست که از همه چیز آگاهه، حتی از مکنونات قلبی. یعنی راه فرار وجود نداره. و شما یهویی میبینید که چکش میره بالا، بنگ بنگ بنگ، بفرمایید برید، شما بیگناهید. همه عالم میدونم من گناهکارم. ایشون بیگناه اعلان میشه. به این معنی نیستش که بیگناه بوده، به این معنی که جزای گناه این شخص رو یکی دیگه داده و شما نمیتونید برای یک گناه 2 نفر رو محاکمه کنید. یک نفر جزا رو به گردن گرفته و بابت اون آنچه رو که لازم بود، مجازات لازم بود، انجام داده که عیسی مسیح باشه. ما زمانی که میاییم به حضور خداوند، در همون مکان توبه ما برای اولین بار با این مسئله صالح بودن آشنا میشیم. زمانی که محبت خدا رو که به شکل فیض داره به ما عرضه میشه تجربه میکنیم. یعنی بخششی رو که ما لیاقتش رو نداریم و خدا بر اساس فیض خودش داره اون رو به ما میده. و این چیزی هستش که شما در هیچ مذهب و در هیچ مکتب و در هیچ فلسفه‌ای ندارید برای اینکه اون مذهب و مکتب و فلسفه انسان رو مجرم نمیدونه، برای همینم محتاج به نجات نمیدونه. ولی اینجا در محکمه الهی صالح بودن یعنی این. ولی کار به اینجا تموم نمیشه عزیزان. وقتی که ما صالح اعلان میشیم، روح خدا میاد در ما قرار میگیره و زمانی که روح خدا در ما ساکن شد، اون موقع روح خدا در ما شروع میکنه کار کردن و هر روزه کار کردن و هر روزه کار کردن و ما رو هر روز بیش از روز پیش تبدیل میکنه شخصیتاً به شخصیت عیسی مسیح. در علم الهی بهش میگن تقدیس بخشی، ولی این روند نرمالی هستش که به وجود میاد و اون تجربه واقعی ماست که اتفاقا پولس در فصل 2 افسوسیان بهش اشاره میکنه. میگه برای این که شما تبدیل بشید با آن چیزی که خدا میخواد که شما تبدیل بشید، اول لازمه که خدا برای شما کار کنه. و خدا برای شما کار میکنه کی؟ زمانی که مرده بودید شما رو زنده میکنه، پارسا اعلانتون میکنه، صالح اعلانتون میکنه. در محکمه الهی به خاطر کار عیسی مسیح شما رو بیگناه اعلان میکنه و بعد از اون در مسئولیت شماست که اجازه بدید که روح القدس در شما کار بکنه. برای همینم با کاری که در مورد شما انجام میده شروع میشه و بعد شروع میکنه در شما کار کردن. و همینطور که داره در شما کار میکنه، شما رو شروع میکنه تبدیل کردن و بعد میرسونه با آیه 10 که برمیگرده میدونید چیه؟ و شما تبدیل میشید به شاهکار دست خدا. آن چیزی که خود خدا شما رو ساخته و الان آماده هستید برای انجام هر عمل نیکو. و این یه پروسه است عزیزان من. بنابراین وقتی که ما
از اسارت گناه آزاد میشیم. یعنی از آن اسارتی که بر اراده ما داره، از آن مسمومیت و سمی که در درون ما قرار داده، وقتی که از اینها آزاد میشیم، اون موقع خدا در ما کار میکنه و تبدیل میشیم. و این تجربه‌ای هستش که همه ما باید داشته باشیم. اون رو وقتی که پولس داره مطرح میکنه که سینه بند یا جوشن پارسایی رو بپوشید، صالح بودن رو بپوشید، منظورش اینه. میدونی جوشن چی کار میکنه؟ خواستم ببینم قلبم کدوم وره، دست گذاشتم ببینم کجا میتپه. جوشن قلب آدم رو محافظت میکنه. چقدر ما از مزمور داوود میخونیم که قلب خود را محافظت کن. چقدر در کتاب‌های حکمتی مثل امثال میخونیم که قلب خودت رو حواست بهش باشه. قلب ما، جوشن اونجا رو محافظت میکنه. یعنی چی قلب ما رو محافظت میکنه؟ ببینید، ما زمانی که پارسا اعلام میشیم، زمانی که روح خدا در ما قرار میگیره، زمانی که خدا ما رو صالح اعلام میکنه، با خدا در رابطه دو طرفه قرار میگیریم، در رابطه‌ای که بر اساس محبت هستش. وقتی که شما صالح اعلام میشید، پرداخت شده بهایی برای شما. چه چیزی پرداخت شده؟ مسیح خود رو فدا کرده. وقتی که در مقابل یک چنین محبتی قرار داریم، خدا از ما یک چنین محبتی رو طلب میکنه. ما دعوت نشدیم بیایم برای یک سری مناسک و مراسم، یک شنبه بیایم کلیسا، روزای فلان بریم دعا بهمان کنیم، اله بکنیم، صدقه بدیم، 10 بدیم، فلان کنیم، بهمان کنیم. اینا اگر آن محبت و عشق نباشه، اجبار مذهبه. اعمال مذهبی ما باید اعمال عشق باشه. بنابراین خدا میگه میدون چه؟ قلب تو مال منه. پس وقتی که این سینه بند رو میکشم به روی قلبم رو محافظت میکنم که فقط عشق یک نفر توش باشه. عشق هر نفر نمیتونه اونجا باشه. عشق خدا که از طریق عیسی مسیح و روح القدس هر روز در رابطه دو طرفه با او هستم و رابطم باش عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه و عشق و محبتم بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. ولی اگر این سینه بند اونجا نباشه، اون موقع عشق دنیا هم میاد و میبینیم که کلام خدا میگه که کسی که دنیا رو دوست داره خدا رو نمیتونه دوست داشته باشه. دو آقا رو ما نمیتونیم خدمت کنیم. بنابراینه که لازمه وقتی که در این جنگ ایستادیم به یاد داشته باشیم که قلب من فقط در گروه خداوندی هستش که جان خودش رو برای من داد. محبت رو از این دانستیم، نه اینکه ما رو او رو محبت کردیم. کلام خدا میگه بلکه اینکه او ما رو محبت کرد و جان خود را در راه ما داد. بنابراین صالح بودن یعنی اینکه طوری زندگی کنیم که او میخواد، طوری زندگی بکنیم که از نظر او درسته. و ما در مقابل 2 سوال قرار میگیریم. آیا من این صالح شمردگی رو در زندگیم تجربه کردم؟ اصلا میدونم نجات پیدا کردن یعنی چی؟ آیا روح خدا در من ساکن است؟ آیا این که هر روز او در من زندگی میکنه، آیا هست اون تو؟ یا این که من صرفا تعمید گرفتم، تعمیدنامه هم دارم و میگم من مسیحی هستم؟ دومیش اینه، آیا این صالح بودن در زندگی من دیده میشه؟ آیا جوری زندگی میکنم که از نظر خدا درسته؟ یا دائم یه پام این ور خطه، یه پام اون ور خطه؟ اگر به این شکل، عزیزان من، قلب ما همه چیز رو دوست خواهد داشت جز اون کسی رو که باید دوست داشته باشه. و این یعنی شکستی خیلی راحت برای ما و پیروزی خیلی راحت برای جولیات. سومین چیزی که باید در نظر داشته باشیم در اینجا مطرح میکنه، نعلین انجیل سلامتی یا کفش انجیل سلامتی. انجیل سلامتی چی هست؟ انجیل که انجیل پیام خوش.
سلامتی چی است؟ خب خیلی ها میان سلامتی رو در زبان یونانی لااقل صلح ترجمه میکنن. صلح این معنی رو نمیرسونه، برای اینکه معنی سلامتی ریشش در عهد عتیق هستش که همون شالوم باشه، که همون سلامی باشه که به شکل عربی سلام شده به هم دیگه میگیم. برای همینم من البته ایراد نمیگیرم افرادی که درود میگم، ولی شخصه دوست دارم همش بگم سلام. چرا دوست دارم بگم سلام؟ برای اینکه مفهوم عبریش یادمه، شالوم. و شالوم اینه: خداوند وقتی که روز ششم تمامی اون دنیای بی‌نظم رو به نظم در آورد و دید که همه چیز اونطور که باید باشه هستش و کار میکنه، وجودش رو شالوم گرفت. و خدا این رو برای انسان هم میخواست. برای همین هم سبت رو بر اساس این قرار داد. گفت چی میگن؟ روز هفتم رو تو بسا سبت اعلام کن. سبت اعلام کرد، هیچ کاری نکن، برای اینکه خدا همه چیز رو در 6 روز آفرید. یعنی در 6 روز دنیای بی‌نظم رو تبدیل به نظم کرد. و خداوند میگه که روز هفتم برگرد و نگاه کن به زندگیت و ببین آیا در زندگی تو هر چیزی همونطور که باید باشه هست. اگر نیست یه کاری در اون رابطه بکن. سبت برای این بود. اگر رابطت با خدا در رابطه درستی نیست، اگر در نظم نیست این رابطه، اگر اونطور که باید کار بکنه کار نمیکنه، در موردش یه کاری بکن. برای اینکه اگر اینو یه کاری نکنی، رابطت با دیگر انسانها هم درست نخواهد بود. من خیلی راحت میتونم بفهمم که آیا رابطم با خدا درسته یا نه. به رابطم با دیگر انسانها نگاه میکنم و میبینم درست نیست، پس مشکل در این نیست، مشکل در اینه. و شما هم همینطور میتونید اینطوری چک کنید و من زندگی شما رو میتونم اینجوری چک کنم. اگر با دیگران در رابطه درست نیستید، با خدا هم در رابطه درست نیستید. برای اینکه رابطه های ما با هم دیگه بر اساس رابطه‌ای هستش که با خدا داریم و باید این کاری در اون زمینه بکنیم. خداوند به قوم یهود گفت که هر 6 روز یک بار باید این کار رو بکنن و به ما داره مطرح میکنه که میدونید چیه؟ شما هر روز باید این کار رو بکنید. شب که میرید چشاتون میخوابید، اجازه ندید خواب به چشمانتون فرو بره اگر اینو چک نکردید که داستان به چه شکل هستش. داستان انجیل سلامتی این هستش و ما لازم هستش که به دنیایی که شیطان ویروس بی‌نظمی درش به وجود ریخته و همینطور همه چیز داره از نظم میره بیرون. نگاه کنید زلزله ها دیگه پشت سر هم شده. دردزه یادتون هست بهتون گفتم چطور خواهد شد؟ همینطور داره میره. اکوادور هم یه زلزله خیلی سخت اومد، ترکیه همینطور داره میلرزه، ایران هم همینطور داره میلرزه و در همه جای دنیا بلاهای آسمانی و زمینی و زیرزمینی همینجور دارن ادامه پیدا میکنن پشت سر هم دیگه. مسیح گفت تازه این اول کاره و ما برای این دنیای بی‌نظم پیام داریم، پیام نجات داریم، پیام خوب داریم، پیام عالی داریم. ولی صحبت اینه، فقط داشتن پیام خوب نیست. آیا به پامونم کردیم؟ آیا در اون زمینه کاری انجام میدیم؟ آیا انسانها و زندگی بدبختانه و فلاکتباری که دارند، آیا برای ما اینقدر مهم هستش که بریم سراغشون، با اونا همراه بشیم؟ در کتاب مقدس وقتی که صحبت میکنه از اینکه راه بریم، در واقع منظور زندگی کردنه. میگه خنوخ 300 سال با خدا راه رفت، یعنی 300 سال با خدا زندگی کرد. ما نعلین سلامتی انجیل رو بپا کنیم، یعنی اینکه بریم به دنیای بیرون و هر چقدر که نیاز هست با آنها راه بریم، اونها رو هدایت کنیم، براشون دعا کنیم، مسخره کردن هامون رو تحمل کنیم تا شاید اونها رو به نظم الهی، به شالوم الهی بتونیم بیاریم. پولس داره میگه که برای هر کس هر چیزی شدم و هدفم این بود که بلکه بتونم یکی از اونها رو به نجات بیارم. انجیل سلامتی، سپر ایمان. 2 سوالم اونجا هستش. سوال اینه: آیا با خدا در سلامتی هستید؟ هر شب باید مطمئن بشید که
امروز من با خدا در سلامتی بودم یا نه؟ و اگر نیستید خیلی راحته، برگردید به سلامتی خداوند با توبه، با اعتراف و اینکه یادتون باشه دیگه اون اشتباه رو دوباره تکرار نکنید. و آیا این شالوم، این سلامتی، این آرامی از صورت شما دیده میشه؟ کی شد آخرین دفعه کی بود که یکی بیاد به شما بگه میدونید چیه؟ این آرامشی که شما دارید من ندارم و میخوام داشته باشم، چیکار کنم؟ آیا یک چنین چیزی دیده میشه؟ و آیا اونو با دیگران در میون میذاریم یا فکر میکنیم که ممکنه مسخره‌مون کنن، به ما بگن امول در قرن 21 داری از این حرفا میزنی؟ جواب دنیایی که داره به قهقرا میره در دستای ماست. چی دارید میگید؟ مسخره‌مون بکنن؟ جواب دنیا در دست ماست. سپر ایمان در این مورد در جلسات گذشته خیلی صحبت کردم. ایمان سپرش باعث میشه که تیرهایی به طرف ما بیاد بخوره به ایمان ما و بیفته به زمین. ایمان یعنی باور کردن حرفهای خدا و اعتماد کردن به آنچه که خدا میگه. این کشتی به دست نمیاد. من حرف خدا رو باور کردم عمرن. اگر حرف خدا رو ما امتحان نکنیم که درسته، باورش نمی کنیم. با حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. حرفای خدا رو باید امتحان کرد. خود خدا میگه به چش و ببین چقدر من نیکو هستم. خدا ما رو به چالش داره دعوت میکنه. میگه حرفایی که بهت میزنم ما امتحان کن، کشکی قبول نکن، ولی وقتی که دیدی که انجام شد اون موقع لازم هستش که حرف رو باور کنی. ما اینجوری باور میکنیم. ولی من حرف خدا رو باور دارم مثل تئوری، ولی وقتی که تجربه عملی پشتش باشه، بخشی از زندگی روحانی من باشه، حرف خدا رو باور میکنم و نه فقط باور میکنم، اعتماد میکنم. این که سپر ما چقدر گنده است بستگی داره که چقدر به حرفهای خدا اعتماد داریم. باور میکنید حتی اون چیزهایی که ما رو مدعی میکنه در حضور خدا که میگیم بده، حتی ما به اونها هم باور نداریم، چه برسه به این چیزهایی که خدا از ما میخواد. بنابراین عزیزان من براتون از پولس یک متنی رو بخونم. در رومیان پولس داره این میگه پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ ایمان در رابطه رشد پیدا میکنه. زمانی که در رابطه هستیم حرفا رو به تجربه میکشیم و میبینیم درسته یا نه. و پولس داره در این رابطه میگه کیست به ضد ما؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا اتهام زند؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که ایشان را محکوم کند؟ آیا مسیح عیسی که مرد بلکه نیز برخاست، آن که به دست خدا راست خدا هم نشست و ما رو شفاعت میکند؟ کیست که ما رو از محبت مسیح جدا سازد؟ ببینید رابطه است. وقتی در اون رابطه قرار داریم، کیست که ما رو از محبت مسیح جدا کنه؟ آیا مصیبت، دلتنگی، جفا، قحطی، عریانی، خطر، شمشیر؟ چنان که نوشته شده است که به خاطر تو تمامی روز کشته و مثل گوسفندان کشتاری شمرده میشویم. بلکه پولس میگه در همه این چیزها بیش از حد نصرت یافته ایم. نمیگه نصرت پیدا خواهیم کرد، میگه نصرت یافته ایم، برای اینکه در یک چنین محبتی، در یک چنین رابطه دو طرفه با خدا قرار داریم به واسطه او مسیح که ما رو محبت نمود. زیرا یقین میدانم نه مرگ، نه حیات، نه فرشتگان، نه سران، نه قدرت ها و نه چیزهای آینده و نه بلندی، نه پستی، نه هیچ مخلوق دیگری قادر خواهد بود که ما را از محبتی که مسیح به ما داره جدامون بکنه. سپر ایمان، ایمانی که در رابطه دو طرفه ما با خدا هی قوی‌تر و بزرگتر میشه. آیا با خدا رابطه دارم؟ سپرم چقدر بزرگه؟ تا حالا فکر کردید؟
اگر سپرتون اینقدر است تمام بدن شما رو نمیپوشونه، ولی اگر سپرتون قشنگ شما رو میپوشونه چقدر عالی است. آیا میتونیم برای دیگران توضیح بدیم که این سپر ما به چه شکل است؟ برگردیم بگیم من سپرم گنده است برای اینکه با خدا در یک چنین رابطه‌ای قرار دارم. اگر طرف برگرده بگید با خدا در رابطه دو طرفه هستی، بگی بله، میگی تو امروز صبح با خدا صحبت میکردی، چی بهش گفتی؟ میگه اینا رو گفتم. میگه خدا به چی گفت؟ خدا چی گفت؟ امروز اینجا نشستید، خدا امروز بهتون چی گفت؟ چه صحبتی با هم دیگه داشتید؟ با رفقاتون داشتید؟ من میتونم بهتون میگم با چند نفر صحبت کردم امروز. با خدا چی؟ بزرگی سپر ما به اینه. و کلاهخود نجات، اطمینان از نجاتمون. بذارید در این رابطه فقط دو چیز بگم، چون بچه‌ها که اومدن یعنی اینکه وقت تمومه. اولا این رو تو ذهنتون بسپارید. قانون اول بنیادیه. در هیچ اسمی به غیر از عیسی مسیح نجات نیست. در اعمال میگه زیرا که زیر این آسمان هیچ اسمی به غیر از اسم او به ما داده نشده که ما با نجات پیدا کنیم. بنابراین فقط در عیسی مسیح نجات هست. در این مذهب، در اون مذهب، تو اون عرفان، تو این اندیشه، تو اون فلسفه، تو هیچ کدوم اینا نجات نیست. میتونه نصایح خوب باشه، ولی نجات، آنچه که ما رو در رابطه درست با خدا قرار میده، آنچه که اراده ما رو و وجود ما رو از اسارت گناه آزاد میکنه، فقط در عیسی مسیحه. این اولین چیزیه که باید در مورد کلاهخود نجات به یاد داشته باشید وقتی که میذارید تو سرتون. مغزتون رو که داره میپوشونه، محافظت میکنه، اینه در هیچ کس به غیر از اون نجات نیست. من فقط و فقط و فقط و فقط توسط عیسی مسیح نجات پیدا کردم. دومین قانون اینه که این عیسی مسیح رو بشناسیم که چی هست. برای اینکه تعاریف مختلف در مورد این عیسی مسیح میتونیم داشته باشیم. عیسی مسیحی که عهد جدید داره معرفی میکنه. پولس وقتی که با قرنتیان داره صحبت میکنه میگه قرنتیان عزیز، میدونید چیه مشکل شما؟ این همه مسائلی که دارید میدونید از چی سرچشمه میگیره؟ برای اینه که شما نمیدونید کی هستید، هویت خودتون رو آشکارا نمیدونید چیه. در فصل اول به اونها میگه که هویتشون چیه و بعد میگه چون هویت خودتون رو نمیدونستید چیه، پیامتون هم نمیدونید چیه. و پولس میگه که میدونید چیه؟ اصلا اون فصل 2 از آیه 1 شروع میکنه. وقتی که میخواستم بیام نزد شما، میتونستم با کلمات فلسفی بیام، میتونستم با کلمات قانع کننده حکمت بیام، ولی هیچ کدوم اینا رو نکردم. تنها قصدی که از اومدم به نزد شما دارم، از من بر اینه که در میان شما فقط یک چیز دانسته باشم: مسیح و آن هم مصلوب. صلیب عیسی مسیح راه نجات ماست، برای اینکه به شکل واقعی بهای گناهان ما پرداخت شده. هر چیزی که میاد مطرح میکنه و در عیسی مسیح و در شخصیت عیسی مسیح صلیب او رو میذاره کنار، مسیحی دروغین رو داره وارد زندگی شما میکنه. مهم نیست چقدر کلماتش قانع کننده. پولس میگه فقط یک چیز رو عزم کردم که در میان شما بدونم و اونم مسیحه. مسیحی که مصلوب شد. ذکر صلیب برای هالکان حماقته، خنده‌داره، موسیقه، ولی برای ما که نجات یافتگان هستیم قدرت خداست. کلاهخودی که به سر داریم جنسش خوبه یا چاخانه؟ میتونه کلاهخود باشه مردم از دور ببینن، ولی چاخان باشه. تیر که هیچی، پوفم بکنن سوراخ میشه میره. ساختگی ممکنه باشه، باید فولاد باشه تو سر ما که محافظت بکنه که ذهن ما رو کسی ترتیبشو نده. کلاهخودتون چجوریه؟
از کجا میدونید چجوریه؟ وقتی میگید فولاده، چجوری میدونید فولاده؟ اون چیزی که باید مشخص کنید. تا اینجا 5 تا چیزی که سلاح بود همش دفاعی بود. دقت کردید؟ همش ما رو محافظت میکرد. تنها چیزی که برای حمله در دست داریم شمشیره. شمشیر روح. شمشیر روح چیه؟ کلام خدا. روح القدس عزیزان همیشه از طریق کلام خدا به جنگ دشمن میره. همیشه از طریق کلام خداست. شما نمیتونی کلام خدا رو از روح القدس بذاری کنار، برای اینکه روح القدس هیچ هدایتی نمیکنه. روح القدس هیچ حرفی نمیزنه که مخالف کلام خدا باشه. کلام خدا شمشیری که روح القدسی که در ما هست میده به دست ما، این شمشیر روح رو، و ما رو میفرسته به جنگ. با شمشیر روح ما دشمن رو مجاب میکنیم. با شمشیر روح مردم رو برکت میدیم. ما با شمشیر روح میتونیم خیلی کارها عوض کنیم. با دعا میتونیم وضعیت‌ها رو عوض کنیم. حتی با شمشیر روح میتونیم داوری رو بر مردم قرار بدیم. همونطور که من بر اهریمنانی که در ایران هستن داوری خدا رو قرار دادم. چطور درخت انجیر در ریشش خشک شد، اینها رو من از ریشه سوزوندم، داوری رو برشون قرار دادم و خواهد شد. شمشیر روح. این اون اسلحه‌ای است که تام و کماله و اگر ما می‌خواهیم با جولیات‌ها پیروز بشیم لازمه به تن کنیم. فقط کافیه یه ذره‌اش چاخان باشه و ترتیب ما داده بشه. اگر زندگی پیروز مسیحی رو می‌خوایم در هر گوشش، ما باید بجنگیم. شما بیایید جلوی من برای شما دعا کنم، شما پیروز نمیشید. نیست؟ من میتونم کنار شما باشم، شما رو تشویق کنم، ولی شما هستید که باید بجنگید و خدا هر چیزی رو که احتیاج دارید که در این جنگ پیروز باشید به شما عطا کرده. به شما عطا کرده، دارید همین الانشم. و من این کلام رو امروز در گوش شما تموم کردم که فردا نگید که نمیدونستم. بنابراین به شایستگی دعوتی که بهش خوانده شدید بایستید، سربا بایستید.